یکی از روش‌هایی که میشه سیر سیاه رو توی خونه درست کرد، استفاده از پلوپزه. تو این روش بعد از اینکه سیرهای تازه رو دور سلفون و ورق آلومینیوم پیچیدیم، داخل دستگاه پلوپز جمع می‌کنیم و روی وضعیت گرم نگه دارنده غذا و دمای 70 درجه قرار میدیم. تو این حالت آماده شدن سیر سیاه 6 تا 8 هفته زمان میبره که خیلی زیاده و از طرفی هم خطراتی داره. پیشنهاد من سیر سیاه فروشگاه پروبیوتیک است که با بهترین کیفیت در دسترس شماست. همین الان میتونید با مراجعه به فروشگاه اینترنتی پروبیوتیک این محصول رو سفارش بدین و کمتر از 72 ساعت در به منزل تحویل بگیرید. امیدوارم این آموزش براتون مفید بوده باشه. اگه سوالی داشتید تو بخش نظرات حتما بپرسید. ممنون از همراهیتون.